سلام بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی. من مومین احمدی خبرهای آخرین را تقدیم شما میکنم. امروز 9 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. تجلیل عید استقلال در میدان نو بزرگ که ساختمانش بحث برانگیز شد. شکایت از قیمت آثارخانه آن از حالا شروع شده است. شاید یا نرخش ارزان تر کنونن، مثال البته یکم پهلوهای دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند، با این خوبتر میشد. ملکه بریتانیا در 96 سالگی درگذشت. به جای او پسری 73 ساله‌اش پادشاه بریتانیا شد. مشکل راه یا بی‌انصافی تاجران. چرا نرخ مال و محصولات در بازارهای رشت گران شده است؟ روغن هم اشار میبید، ارد میبید، مکرون، قند، شکر، همه چی اشار میبید. اینجا خیلی میوگی دوران اینه. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی امریکا تاجیکستان را شریک قوی کشورش خواند. او در پیام بخشیده به 31مین سالگرد استقلال تاجیکستان گفت دو کشور شریکی خود را بر پایه هدفهای مشترک، رابطه‌های فرهنگی و مبارزه با تهدیدهای تروریستی بنیاد گذاشتند. 31 سال پیش در این روز تاجیکستان همچون دولت جدا از شوروی و مستقل اعلان شد. امسال ساکنان دوشنبه استقلال را در جای نو تجلیل کردند که ساختمانش بحث برانگیز بود. همکارم سرویناز روح الله و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. امسال مجمع استقلال جای اصلی سیر و گشت ساکنان و مهمانان پایتخت است. این مکان شام دیروز 8 سپتامبر با شرکت پرزیدنت امامعلی رحمان افتتاح شد که با صنعت معماری ملی بنیاد شده است. ژارکین бай акжаров ҳамроҳ бо хонаводааш аз ноҳияи баландкӯҳи мурғоб ба пойтахт омадааст. ӯ мегӯяд аввалин маконе ки тамошо кард майдони истиқлол буд. таъссуроти ман аз тамошои пойтахт бисёр хуб аст. инҷо рӯз то рӯз зебо мешавад. мо ҳамроҳ бо хонавода ҷашни 31-солагии истиқлолро дар пойтахт мегузаронем. ин барои ман ифтихор аст. мақомот мегӯянд майдони истиқлол ва маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлол бо ҳадафи ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангии мардуми тоҷик бунёд шудааст. дар дохили маҷмӯаи истиқлол ки аз 14 ошона иборат аст, осори таърихиву фарҳангӣ ва асарҳои рассомону ҳунармандон ба намоиш гузошта шудааст. имрӯз низ аксари сокинону меҳмонон мехостанд аз ин макон дидан кунанд. чизои таърихӣ, чизои кӯҳна, омадагӣ ҳама шадидем, зебо, бисёр хушокадаги. нарху наво ба халқи худмон хеле қимат аст. ходаш гуфтааст 40 сомонӣ ин чизи ба халқи мо тағйир намегирад. хеле нарху як хеле пул дора, як хеле надорад да. хоҳишмандони тамошои ин макон кам нестанд, вале нархи вуруд ба дохили он ки мисли осорхона аст барои бархе гаронӣ мекунад. нафароне ҳам ки ноумед аз ин ҷо мерафтанд кам набуданд. ҳамҷа қимат будаст. гӯдаку да 10 сум, калоно да 40 сум мегӯянд. сокинону меҳмонон мегӯянд агар нархи тамошои дохили ин маҷмӯа дастрас шавад, ҳама метавонад онро тамошо кунад. خودم به شکل تنقید کردن نمیگویم، لیکن یک تا چیز است که اگر شاید یا نرخش ارزان تر کنونن، مثال البته یکم پهلوهای دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند، با این خوبتر میشد. ин маҷмӯаро дар як соли ахир ва бо тахриби чанд маҳаллаи бузурге аз пушти донишгоҳи омӯзгорӣ то кохи ваҳдат сохтаанд. ҳоло маълум нест барои иҷрои он чӣ қадар пул харҷ шудааст, аммо бисёре аз сокинони пешини он маҳал мегӯянд хонаву дари ободӣ худро аз даст доданд. тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 истиқлолият ба даст овард ва ҳамагӣ чанд моҳ баъд дар гирдоби ҷанги дохилӣ уфтод. тоҷикистон беш аз 70 сол як ҷумҳурии зери итоати шӯравӣ буд. و گزارشی از درگذشت ملکه بریتانیا الیزابت دوم که 70 سال پیش بر تخت نشسته بود و واکنش‌های را درگذشتش در سراسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در 96 سالگی درگذشت. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به پیوندان ملکه اظهار همدردی کرده است. به جای ملکه پسرش کارل 73 ساله پادشاه بریتانیا شد. و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده اش نامید. طاهری سفر نگاهی انداخته است به زندگی ملکه بریتانیا.
شاهزاده الیزابت اولین فرزند نوزادش را به مردم نشان می‌دهد. دختری را که نامش را بعداً الیزابت الکساندرا میری گذاشتند. بعدی در گذشته پدرش جورج ششم پادشاه بریتانیا، همین الیزابت در 26 سالگی ملکه بریتانیا و 14 قلمرو مشترک المنافع شد. پیش از سلطنتش ازدواج او با شاهزاده فیلیپ از خاندان پادشاهی یونان و دنیا که سلطنتشان را در یونان از بین بردند و به بریتانیا مهاجرت کرد، با جنجال‌های زیادی روبرو شد. زیرا خواهر شاهزاده فیلیپ با یکی از اعضای فاشیستان آلمان ازدواج کرد. ثمره ازدواج ملکه الیزابت و فیلیپ پسری با نام چارلز است که بعدها ولیعهد بریتانیا و اکنون شاه شد. ملکه الیزابت دوم در 70 سال سلطنت همیشه از دخالت در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا خودداری میکرد، هرچند گروه به این باورند که او لجام سیاست پیچیده بریتانیا در جهان را در دست دارد. در میان تمام حادثه‌های سیاسی و سقوط ملکه الیزابت، خانواده سلطنتی آنها با بحران‌های عائلوی از جمله طلاق شاهزاده دیانا و ولیعهد چارلز روبرو شد. طلاقی که همراه با آوازهای خانوادگی از جمله دخالت ملکه در زندگی این جفت و خیانت دیانا سر و صدای زیادی به پا کرد. عضوی از خانواده که محبوبیت زیادی در میان مردم بریتانیا داشت و مرگ دیانا در یک صدمه نقلیاتی پایان غم‌انگیز این ماجرا شد. حدود 4 سال پیش ازدواج نبیره ملکه الیزابت شاهزاده هری با میگان مارکل، هنرپیشه آمریکایی، با آوازها درباره مخالفت ملکه به این ازدواج به جنجالی رسانه‌ای تبدیل شد. ملکه الیزابت در طول 70 سال سلطنت فقط با بحران‌های عائلوی روبرو نبود، بلکه شاهد بحران‌های گوناگون مثل درگیری‌های ایرلندی شمالی، جنگ‌های خلیج فارس و افغانستان دچار آمده است. در این اواخر رای پرسی درباره استقلال شتلندیا و بعدها رای مردم بریتانیا برای جدایی از اتحاد اروپا بحران‌های بودند که ملکه بریتانیا با در میان گذاشت و اظهار نظر کرد. از مردم شتلندیا خواست در رای پرسی تصمیمی درست بگیرند و بعداً از دولت بریتانیا خواست زودتر موقعش را درباره جدایی از اتحاد اروپا روشن کند، جدایی که 4 سال طول کشید. در دوران سلطنت ملکه الیزابت چندین مستملکه بریتانیا استقلال به دست آوردند. حدود 7 ماه پیش ملکه 70مین سالگرد سلطنتش را جشن گرفت. ملکه‌ای که با رسانه‌ها کم صحبت می‌کرد و در عموم نظراتش را کمتر می‌گفت، اما محبوبیت زیادی در میان مردم بریتانیا داشت. مخالفان سلطنت در بریتانیا همیشه در مورد ثروت نامعلوم خانواده سلطنتی و خراجات زیادی درباره آنها انتقاد می‌کنند. روز پنجشنبه ملکه الیزابت دوم که طولانی ترین سلطنت بریتانیا را بر عهده داشت، در شاتلندیا محل استراحت تابستانش درگذشت. ساکنان منطقه رشت در شرق تاجیکستان از گرانی محصولات نیاز اول شکایت دارند. خبرنگاران رادیو آزادی هم ضمن سفر بر رشت مشاهده کردند که خوراکواری در این منطقه نظر به بسیار ناحیه‌های تاجیکستان گرانتر است. فروشنده ها بلندی نرخ را به دور بودن راه و گران بودن سوزشواری ربط دادند. گزارش دیگری همکاران مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از منطقه رشت در همین باره است. از شهر دوشنبه از بزرگی پرزین قادرجان بایف چند سال است که در شهرک غرب مرکز ناحیه رشت سبزوات می‌فروشد. او نرخ مالش را به ما نشان داده تصدیق می‌کند که نظر به دیگر منطقه‌های کشور گرانترند. یعنی بلگرز که سفید میگیریم این سال کیلوش 7.5 میگیریم، یک سم رش میاد 9.5 میفروشیم. بلگرز که سرخ کیلوش 8.9 میگیریم 11-12 میفروشیم. مثلا یک سم راه کیلو میمونیم، یک سم بولوش میمونیم میفروشیم. از سبب کمی نرخ نو بنزین قیمت گاز قیمت ده دمو کمتر مشکلی میشه. محصولات خوجگی دستی خودمان ارزان است. منطقه رشت در کوهستان جایگیر است. اکثر محصولات ضروری از دیگر منطقه‌های کشور به خصوص از دوشنبه آورده می‌شوند. راه از دوشنبه تا اینجا قریب 200 کیلومتر است. ولی که سالارکا قیمت دیگه یکا سوزشواری قیمت دیگه 2 سال پیش مقصد 1 لیتر سالارکا 6 سوم بود، امسال خودش 13 سوم، چند تینه خرید تا 14 سوم. همین سوزشواری معیاری و همین قیمت شهری و همین میره واقعا. یا لیل نوبود میریم خودش روی 2000 سوم زیاد رسول میکنه. همه بعد سری همین مقدار میره و سری هم خربزه میزنیم. 150 دوناش بول میکنیم خودش روی 7 سوم 8 سوم سری دوناش میابم جرا. خواهش بسیار دارن و از راه کم ترک تشییع میکشن نمیدونن. راه از این طرف این زمستان خینه آمدن. روغن هم از شهر میبیاد، ارد میبیاد، مکرون، قند، شکر، همه چی از شهر میبیاد.
ساکنان تنها با پول فرزندان مهاجرشان به این نرخ‌ها تاب می‌آورند. یک خاک 20 امی بگیم سوم از طرف روسیه آمده شده. انا همین یا میدهگ مردم خیلی کرگم. خلوشا به کرگم. گو کار خوجگی میکنی. ناحیه لخش در منطقه رشت با قرقیزستان هم سرحد است. تاجران گفتند تا بسته شدن مرز در سال گذشته برخی محصولات از قرقیزستان می آمد که ارزانتر بود. کنیش این طرف ارزانتر بود، جگرتون می‌آوردن 4.5 تومان 6 تومان می‌فروختن. مسئولان رشت هم مثل تاجران دلیل گرانی محصولات را به دوری راه و گرانی نرخ‌های اولیه ربط می‌دهند. اما میگویند نرخ‌ها زیر نظارتند. مقامات بسیار نقد فرگیر می‌گردد، نرخ نوو را ارزون می‌کنه و می‌کنه. به نظارت مقامات نیست. برخی از تاجران میگویند نرخ نوو اساساً رو به بالاست. اگر مهاجران مبلغ نفرستند بازار نیز سرد می‌گردد. زندگی میانه ده این خیلی خوب نیست. میگذرونده. برای خرید میفروشه که خرید میوه گیرن سال که زورشون نمیرسه. فرزان محمدی، ملا رجب یوسفی، رادیو آزادی، منطقه رشت. برنامه را با گزارشی از پاکستان ادامه می‌دهیم. بنیاد نفوس شماری سازمان ملل متحد میگوید 650,000 زن حامله در منطقه‌های از سیل زیان دیده پاکستان به مکان امن و خدمات بهداشتی نیاز دارند تا طفلان بطنشان را سالم به دنیا بیارند. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرثی عطا. شمیله پرستاری حامله پاکستانی مکان زیستش را که از سیل خراب شده است ترک می‌کند. او ساکن ناحیه جاهی ولایت سیند هست، منطقه‌ای که سیل اکثراً ویران کرده. از سرنوشت طفل بطنش هم تشویش دارد. من میترسم که به کودکم زیان نرسد. ما 5 ماه با زیر خطر هستیم که این به کودک تاثیر میرساند. کودک باید احساس بهتری داشته باشد. زنان حامله به مثل شمیله به مشکل جدی روبرو هستند و جای امن برای به دنیا آوردن طفل ندارند. ما برای از تشخیص گذاشتن خریداری ویتامین ها و دیگر داروها پول نداریم. اینجا صدها مشکل داریم. به گفته بنیاد نفوس شماری سازمان ملل متحد در منطقه آفت زده پاکستان بیش از 650,000 زن حامله قرار دارند. در پی سیل پی در پی این زنها از یاری طبی محروم شدند. میره زن حامله دیگر با 3 کودکش در راه است. پانی سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں کیا کریں؟ ببینید ما از آبخیزی میگریزیم. دیگر چی کنیم؟ ما کم بغل هستیم و از تشنگی و گرسنگی میمیریم. چیزی یا به میخوریم اگر نه میخوابیم. قایق‌های خرد یگانه راهی به جای امن انتقال دادن ساکنان از منطقه های آفت زده است. زنان حامله در گرمای سوزان ساعتها در انتظار قایق می نشینند. سفر کردن در این شرایط برای زن حامله و کودک بطنش مشکل است. از این رو ما خواهر حامله من را با خود نآوردیم. طبق اطلاع رسمی تنها در ولایت سیند پاکستان بیش از 1000 مؤسسه طبی ویران شده است. راه‌های خراب شده نیز مانع کش دادن زنان حامله به جای امن است. همش دست خداست. ما میمیریم یا زنده میمونیم. برنامه اخبار با پایان رسید. خبرهای بیشتر و نو را در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.